در این ویدیو محصول پایا 360 رو که یک اتوماسیون ابری چند منظوره هست رو میخوام براتون توضیح بدم. شرکت سفیر ایرانیان کسری از سال 1401 جزو شرکت هایی که مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفت و محصول اتوماسیون رو به عنوان یک محصول دانش بنیان وارد بازار کرده. در این مدت که الان در اواسط 1402 هستیم، مشتریان متعددی در شغل‌های متعددی یا صنعت‌های متعددی دارن از سیستم اتوماسیون پایا 360 استفاده می‌کنن. پس ما اولین سامانه ابری چند منظوره اتوماسیون هستیم که اتوماسیون رو بدون نیاز به PLC اجرا می‌کنیم و کلا نسل جدیدی از سیستم‌های اتوماسیون صنعتی هست که در مشاغل مختلف کاربردهای متفاوتی داره. سیستم‌های اتوماسیون خب در صنعت‌های مختلفی استفاده میشه. شما در صنعتی که مرتبط با پرورش دام و طیور هست، پرورش آبزیان، گلخانه‌ها، تولید کنندگان صنعت قارچ، در ساختمان و تأسیسات که کارخانجات و مراکز مثل بیمارستان ها، پارک ها و غیره میشه و حتی در صنعت ماینینگ این کاربردهایی هست که سیستم اتوماسیون داره. چند تا نکته‌ای که وجود داره اینه که بسته به اینکه حالا شما تو چه صنعتی باشین، ممکنه نیاز شما در اونجا که آیا بخواین دیتایی رو هم دیتاهاشو داشته باشین یا اصطلاحاً سنسورهایی تو اون مکان باشد یا نباشد و یا چه تجهیزاتی رو در اون مکان کنترل بکنید، ممکنه متفاوت باشه. سیستم پایا کاملا منعطف این کار رو برای شما انجام میده. اگر شما تولید کننده صنعت قارچ هستین دارین این ویدیو رو میبینید، تفاوت‌هایی که واحدی که یک اتوماسیون دارد یا اتوماسیون ندارد خیلی مشخصه. در این صنعت اگر در طول دوره کشت 2 ماهه خودشون نوسان هایی که مرتبط با دما، رطوبت و یا کنترل فضای محیط کشت هست به هر علت نوسان بیفته، منجر به خسارت ها، آفت ها و موارد مختلفی میشه. در همین صنعت قارچ در گلخانه پایش رشد محصولی که حالا در قارچ به ازای هر ساعت 4% وقتی که از بستر میاد بیرون داره رشد میکنه، اینقدر حیاتی هست که اصلا شاید نشه یک سیستم اتوماسیون رو در یک مرکز تولید قارچ رو بدون سیستم اتوماسیون تصور کرد. به طوری که الان در کشورهای پیشرفته زمانی که یک مرکز تولید قارچ داره تولید میشه، اون ساختمانش قرار ساخته بشه، یکی از پیش‌فرض‌های زیرساختی اتوماسیون ها هستن. حالا این در مباحث گلخانه و اینها هم همین تفسیر رو داره، یعنی در یک سرما، در یک گرمای خیلی موقتی ممکنه محصول بسیار آسیب ببینه. نکته بعدی که میخوام خدمتتون بگم اینه که تفاوت‌های سیستم پایا با سایر اتوماسیون ها چی هست. پایا 360 همه اتوماسیون هایی که در بازار یا اتوماسیون های صنعتی که موجود هست، آن چیزی که به شما خروجی کار هست اینه که میتونید یه دیتایی رو مانیتور بکنید و یه سری چیزهایی رو کنترل بکنید و یا برنامه‌ریزی خودکاری که پروگرام میکنن که اگر مثلا دما شد این چه اتفاقی بیفته، کدوم ورودی کدوم خروجی رو متغیرش کنه. آن چیزی که در فرا اتوماسیون ها و یا در سیستم پایا هست اینه که ما هسته پردازش رو در اون مکان نداریم و در سرور خودمون داریم انجام میدیم و در این پردازش ها امکانات ثانویه‌ای دیگری رو هم داریم میدیم. حالا این امکانات ثانویه در پردازش تصویر، الگوهای استاندارد کش، ارتباط با کارشناسان و غیره هست که همه تو پنل همون اتوماسیون شما استفاده میشه. نکته بعدی که میخوام خدمتتون توضیح بدم بحث فناوری ها و مزیت رقابتی هست که در سیستم پایا وجود داره. یکی این که ما دیتایی که تو اون مکان هست رو به صورت زنده یا ریل تایم به اصطلاح هر 10 ثانیه یک بار داریم دیتا رو به سرور خودمون میدیم و از وضعیت محیط در پنل سرور خودمون دسترسی داریم. نکته دوم این که در اتوماسیون ها همونطور که خود سیستم اتوماسیون گران هست که ما در پایا این اصطلاحاً گران بودن رو براش راهکار داشتیم و قیمت ما بسیار به صرفه تر هست، هزینه های پشتیبانی اتوماسیون هم در مارکت کسانی که اتوماسیون دارن میتونن نسبتاً زیاد هست و هر زمانی که این سیستم به خطا بخوره حتما باید یک کارشناسی بیاد و این رو بازدید بکنه. ما پشتیبانی و خطایابیمون با سیستم های بلوکی به صورت مرحله به مرحله 90% این پشتیبانی رو داریم از سمت سرور خودمون هندل میکنیم و خطاها رو میبینیم بدون اینکه بخواد کارشناس بیاد. خیلی اوقات بدون اینکه اون استفاده کننده از اون اتوماسیون بدونه که کجا چه خطایی خورده، ما این رو تو سرورهامون داریم لاگش رو دریافت میکنیم و میبینیم.
نکته‌ای که وجود داره اینه که چون این اتفاقات رو ما داریم در یک سرور انجام میدیم، در یک سرور ابری این اتفاق میفته، آپدیت نرم افزارها هم به همین شکل هست. یعنی شما دارید از اتوماسیونتون استفاده میکنید. تا همین الان فکر میکنم ما 6 نوبت آپدیت دادیم که وقتی آپدیت میدیم امکانات ثانویه به نرم افزار اضافه میشه، تمام کلاینت ها و مشتریان ما میتونن از نرم افزار جدیدتر استفاده بکنه بدون اینکه ما بخواد بریم در محل این کار رو انجام بدیم. حالا دیتا هایی که تولید میشه بعد کاربردهایی داره برای خود تولید کننده. اون سیستم های حالا اتوماسیون صنعتی شاید در لحظه شما میتونید ببینید دما چقدر هست، ولی هیستوری بلند مدت رو ندارید. مثلا اگر یه زمانی به یه آفتی خوردین، آیا این بابت دما، رطوبت، CO2 و سایر المان ها بوده یا نبوده، این رو میتونید هیستوری و گذشته این نمودارهای دیتاهای خودتون رو بررسی بکنید. به کارشناسان دیگه میتونید به راحتی دسترسی بدید. یعنی خود شما میتوانید یه دسترسی بدید به یک کارشناسی که اون کارشناس میخواد ببینه مشکل سالن شما چی هست، دیتا رو نیاز داره ببینه وضعیت المان‌های محیطی شما چی بوده، مثلا سرعت اینورترهاتون رو چه تنظیم بوده، تو تاریخ‌های مختلف چه تغییری کرده، دماهاتون چقدر نوسان کرده. این دسترسی‌ها رو میتونید به اون کارشناسان بدین. اگر شما صاحب پروژه های مختلف هستین، پروژه های مختلفتون رو توی یه پنل میتونین بهش دسترسی داشته باشین. مدیر تولید یا کارمندان خودتون رو میتونین با دسترسی محدودتر به پنل دسترسی بدین و 0 تا 100 نرم افزار و سخت افزار تولید بومی، تولید ایرانی، بدون وابستگی به هیچ شرکت خارجی و یا در تأمین قطعات ما هیچ گونه مشکلاتی برای مباحث با تحریم ها و غیره نداریم، کما که الان در برندهایی از PLC ها در بازار این مسئله هست که با عدم تأمین قطعات مواجه هستند. و یه سطح دسترسی هم ما به سازمان‌های بالاتر میتوانیم بدیم. حالا هنوز این کار رو نکردیم، ولی اگر فرض بر مثال جهاد کشاورزی شما تولید کننده هستین، بخوایم ما دسترسی بدیم که اطلاع رسانی ها رو جهاد تو این پورتال بذاره، هم شما به اون اصطلاحاً اطلاعات دسترسی داشته باشید. نکته بعد اینه که در بحث سفارشی سازی با تجهیزات محل شما، قابلیت و انعطافی که سیستم ما داره بدون اینکه شما نیاز باشه تجهیزاتی رو از اون مکان تغییر بدین، این سیستم منعطف هست و میتونه این کار رو برای شما انجام بده که خودش رو با تجهیزات شما کامل وفق میده. آن چیزی که مهمترین آورده و یا نتیجه استفاده از اتوماسیون پایا 360 هست برای مجموعه شما اینه که ما هزینه اتوماسیون رو تقریبا 60% کاهش دادیم. یعنی اگر در مجموعه شما برای مثال اگر یک گلخونه‌ای باشه که مثال 500 میلیون تومان هزینه اتوماسیون برآورد شده باشه، ما تقریبا نصف این قیمت هزینه سیستم ما هست، با این توضیح که قابلیت‌های بیشتری رو هم در اتوماسیون به شما میدیم. در خروجی یکسان هستیم، یعنی مانیتور کردن ها رو به شما میدیم، کنترل کردن ها رو به شما میدیم، خودکارسازی رو به شما میدیم، پلاس یه مقدار آپشن های اضافه تر داریم که اتوماسیون های صنعتی ندارن و قیمتمون هم تقریبا نصف قیمت بازاره. و نکته بعد این که 80% هزینه های پشتیبانی اتوماسیون رو کاهش دادیم. هزینه های پشتیبانی همونطور که گفتم در سیستم های اتوماسیون حتما جزو مواردیه که نمیتونه حذف بشه. به هر حال یه تجهیزات الکترونیک و سخت افزاریه که داره کار میکنه و ممکنه به هر دلیلی به استهلاک و یا به تعمیرات و نگهداری نیاز داشته باشه. هزینه های پشتیبانی رو تا 80% کاهش دادیم. حالا 5 تا 8% افزایش راندمان تولید که بسته به نوع کش شما ممکنه متفاوت باشه و الگوهای خودکارسازی که شما میتونید داینامیک تعریف بکنید. داینامیک یعنی اینکه نیاز نیست یه متخصص بیاد اون سیستم شما رو با لپتاپ خودش پروگرام بکنه کار انجام بدین، خودتون این تنظیمات رو تو پنل انجام میدید یا کارشناسان ما این تنظیم رو براتون انجام میدن که میتونه فصلی و شرطی و چند شرطی اعمال بشه. و نظارت جامع از راه دور که اگر در مکان شما اینترنت موجود باشه، سیستم ما هم به صورت لوکال بدون اینترنت و هم به صورت وابسته به اینترنت و مدیریت از راه دور میتواند ارائه سرویس بده که نظارت از راه دور رو هم به این سیستم داشته باشید. نکته بعد این که تاییدیه های مختلفی کسب شده که مهمترینش تاییدیه دانش بنیان هست که از معاونت ریاست جمهوری دریافت شد و این محصول به عنوان یک محصول دانش بنیان داره ارائه خدمات میده. تاییدیه هایی از جهاد کشاورزی گرفتیم. دیگر تاییدیه هایی که دریافت شده تاییدیه پارک فناوری های مسکو هست، به اسکولکاوا مربوط هست که ما در 3 نوبت داوری در پارک فناوری های مسکو به عنوان طرح برتر شناخته شدیم و
گواهیش رو دریافت کردیم. و در انجمن صنفی کارفرمایی شتاب دهنده ها هم به عنوان رئیس کمیسیون هوشمندسازی کشاورزی عضو هستیم و ارائه خدمات داریم. رویدادی برگزار شد از بین 52 طرح تندیس طرح برتر جوانه طلایی مرتبط با محصول پایه 360 بود که به هر حال نوآوری و فناوری رو کنار هم داشت و علیرغم اینکه ما معمولا در سیستم‌های نوآور و فناور همیشه میگیم فناوری ارزان نیست، ولی در این سیستم ما توانستیم با یک قیمت پایین‌تر این محصول رو در یک بازار خیلی وسیع ارائه بدیم. کلیه سخت افزارها و نرم افزاری که تو سیستم استفاده میشه 0 تا 100 تولید خود مجموعه ما هست و هیچ گونه نگرانی و دغدغه‌ای بابت تامین کالا، خدمات پس از فروش و غیره نداریم. قطعات اصلی ما در شرکت یگانه مدار تولید میشه و کلیه استانداردهای لازم برای بخش سخت افزار رو داره این شرکت. در بحث ماژول‌های ارتباطی ما اون قطعاتی که باز قطعات ثانویه دریافت کننده دیتاها و سنسورهای ما هستن هم باز 0 تا 100 تولید خود ما هست. اینها رو به صورت ماژولار طراحی کردیم. اگر این یک باکس سنسوری هست که داخل فرض کنید اون مکان شما نصب میشه، تماما جانشن باکس های سوکت بیس هست که به راحتی جدا میشه و با طراحی صنعتی که داره اگر به پشتیبانی یا خطاییابی بخوره و ما این رو از راه دور بتوانیم اصطلاحاً تشخیص بدیم، فرض بر اینکه یک سنسور هم خراب شده باشه، با یک سوکت باز کردن و بستن خود شما میتونید این کار رو انجام بدین. اینا کارهایی هست که در اتوماسیون های دیگه عمدتاً به سختی تعویض میشه، به راحت حتما باید تکنیسین بیاد این کار رو انجام بده. پس این اتصالات استاندارد صنعتی که دیگه از بخش‌های مهمی هست که برای محصول هست. در اون تابلو برقی که حالا فرض کنید اگر این تابلو قرار است هوشمند بشه، دقیقاً دستگاه ما میاد کنار تابلو یا داخل تابلو نصب میشه و تمام این تجهیزاتی که اینجا دارید میبینید رو میتونه برای شما مدیریتش رو فراهم بکنه. در فراخوانی سخت افزارها، اینورترها ما محدودیت نداریم. تمام این اینورترها را میتونیم به صورت رید و رایت هم بخوانیم و هم فرمان بدیم از راه دور که حالا این هم میتونه زمانبندی شده خودکار و یا شرطی هم باشه. در انتهای پروژه شناسنامه فنی و مالکیت محصول به شما داده میشه. 40 سال گارانتی بدون قید و شرط و 10 سال خدمات پس از فروش از مواردی هست که تو این شناسنامه محصول درج شده. در مکان‌های مختلف، پروژه‌های مختلف نصب و راه‌اندازی‌های زیادی داشتیم که به حال نمونه از این موارد رو می‌بینید. دیوایس‌ها، موبایل، تبلت و سیستم‌های کامپیوتری شما می‌تونید به پنل دسترسی داشته باشین. بعد از اینکه سیستم نصب میشه این دسترسی‌ها به شما داده میشه که بتونید کامل مدیریت بکنید وضعیت سالنتون رو. یه یوزر پسورد به شما داده میشه که می‌تونید وارد سامانه بشین و بعد با یه چنین تصویری مواجه میشین که سالن‌ها یا اون مراکزی که باهاش دستگاه ما نصب هست رو دیتاهاشو می‌بینید که حالا این یک تصویری از یک سالن قارچ هست، مدیریت یک سالن قارچ که دمای کمپوست 1، کمپوست 2، دمای هوا، سرعت درایو، آخرین تاریخی که دستگاه دیتا داده، یعنی این دیتای تاریخ و ساعت هر 10 ثانیه یک بار روی این پنل آپدیت میشه که شما بدونید این دیتا چه ساعتی اومده روی این سیستم. و چارت نمودارها رو دارین و بعد از اون وارد صفحه‌ای میشین که شما دیتاهای سنسورها رو دارین. یه نکته مهم دیگه که اینجا وجود داره یعنی که ما سنسورهامون رو آنلاین میتونیم کالیبره بکنیم. این نکته مهمیه که خیلی از سنسورهایی که تو اتوماسیون‌ها استفاده میشن به علت گران بودن گاهی اوقات دقت لازم رو ندارن. دامنه نوسان درسته ولی عدد نمایش شده مشکل داره. اینجا با اصطلاحاً کالیبراسیون به صورت آنلاین شما دیتا رو دارین کالیبره میکنید. رله‌های 1 تا 8، 1 تا 4، 1 تا 16 بسته به نوع دستگاهتون برخی از تجهیزات تابلو برق شما رو مدیریت میکنه. اینجا مهپاش، ایرواشر، شیربرقی، بخار سرد و گرم که با وضعیت‌های 0 و 1 که اینجا وجود داره شما میتونید به راحتی اینها رو کنترل بکنید به صورت دستی. یعنی در لحظه شما تصمیم گرفتید که رله 1 که فرضاً مهپاش شما هست، رله 2 که فرضاً نور شما هست، نمیدونم سرعت فن شما هست رو روشن یا خاموش کنید. به محض اینکه اینا اعمال میکنید و اعمال تغییرات میزنید 10 تا 15 ثانیه بعد در اون مکان این استارت میشه. درایو شما یا اون اینورتر شما برای سرعت دور فنتون عددی که میاد، عددی که بهش فرمان میدین رو میتونید ببینید و شرط های مختلفی که اینجا میتونید کاملا به صورت چند لایه‌ای و به صورت زمانی متغیری این کار رو انجام بدید. نکته
نکته دیگه‌ای که خدمتتون میخوام بگم اینه که نسخه‌ای که از اپلیکیشن به زودی منتشر خواهد شد. به حال یوزر اینترفیس بهتری داره، خیلی وضعیت آپشن ها و امکانات بیشتری رو به شما میده. با دپارتمان‌های فنی ما میتونید کلا به صورت آنلاین در ارتباط باشید و یه بخشی رو با من کارشناسان داریم که افراد خبره در صنعت مورد نظر شما، اگر حالا تولید کننده‌ای هستین که مرتبط با گلخانه‌ها، سالن‌های قارچ، آبزیان و غیره هستین، کارشناسانی تو اون زمینه متخصص توی سامانه ما داره آنلاین میشه که بتونید با این افراد سوالات خودتون رو رد و بدل کنید. تو بحث پردازش تصویر داریم کار میکنیم که بتوانیم آفت‌ها رو در مبحث قارچ، در مبحث گلخانه، گل و گیاه و موضوعات مختلف بتونیم پردازش بکنیم. اینها جزو آپشن های آتی برنامه هست، فقط توضیح میدم در جنش قرار بگیرید، ولی دسترسی هاش تو همون اتوماسیونی قرار میگیره که شما باهاش سر و کار دارید. در بحث قارچ مخصوصا خیلی کار شده و آفت‌های مختلف جمع‌آوری شده، داریم روی پردازش تصویر اینها کار می‌کنیم. تو نمایشگاه‌های مختلف حضور داریم. به هر حال ما در نمایشگاه هوش مصنوعی کشاورزی در غرفه خود جهاد کشاورزی خراسان حضور داشتیم. اگر شما تولید کننده هستین که حالا فعلا که در سال 1402 هستیم و اتوماسیون برای شما ممکنه هزینه‌اش در حال حاضر ممکن نباشه، ما می‌توانیم به صورت اقساطی و با حمایتی که خود معاونت صندوق پژوهش نوآوری داره از شرکت دانش بنیان انجام میده، شرایط اقساط و لیزینگ که این خرید این محصول رو برای شما فراهم کنیم که باید با کارشناسای ما در ارتباط باشین و تیم خوب ما که حاصل تولید این محصول بوده و پشتیبان شما هستن بعد از اینکه این اتوماسیون ها برای شما نصب میشه. در مانیتورینگ ما هر نوع دیتایی رو با سنسورهای متعدد میتونیم مانیتور بکنیم. ممکنه یک مرغداری باشه، آمونیاک رو میخواد، مثلا اکسیژن رو میخواد، رطوبت رو میخواد. ممکنه یک انبار یا سردخانه باشد، رطوبت رو میخواد، CO2 رو میخواد، نشت آب رو میخواد، نمیدونم. ممکنه سالن قارچ باشه، رطوبت رو میخواد، دمای کمپوست رو میخواد، دمای هوا. پس مکان شما مهم نیست، نوع سنسورها متفاوته که تو سیستم ما ساپورت میشه. ما مانیتورینگ رو انجام میدیم، کنترل رو انجام میدیم. کنترل یعنی شما در لحظه دلتون میخواد تجهیزات تابلو برقتون رو از هر جای دنیا که هستید کنترل بکنید و برنامه‌ریزی و خودکارسازی رو هم برای این سیستم